یوسف آقا یوسف زنگ زده ما. ساعت چنده الان؟ ساعت 10:30. من حالا خواب بودم، یه روز تعطیلی موقع بخوابم. زنگ زده میگه باشیم بریم بیرون. مثلا نمیگه چی، میگه پاشیم بریم دم خونتونم. بریم چیکار باید کنیم. 21 دقیقه چه گوهی میخوردی؟ تو نیم ساعت چه گوهی میخوری همیشه؟ ببین تو خیلی همون جوری میای همون جوری هم به من میگی چه گوهی میخوری. الان نوبت منه که بهت بگم. آها خواستی تلافی کنی. آره چه گوهی میدونی که چه گوهی بخورم ولی میخوای بگی که تلافی کن. صبحونه خوردم، دستشویی رفتم، سقوط من لباس پوشیدم بدون هیچ پولی عرف مجری گرفتم. خب 800 تومان 700 چقدر تومان؟ 750 خورده ای 750 خورده ای تک تومن. آره الان شد 400. چرا رژ لب روی لاکه طبق اتفاقات لاک تو افتاد عجیبی براتون باشه ولی رو دوربین نی. خب این اولی ویدیوی چنل امیره. دست بزنیم میگیره. بریم کجا بریم؟ تو ما را آورد من نمیم کجا میریم بریم. ساقستان. بچه ها من یه عکس رفیق مهدوی رو همیشه اینجا داشتم، عکسشو براتون میذارم که داشتم چیزشو. این نمیدونم چی شده افتاده بیرون، هر جارم گشتم نبود. مهدوی داداش تو رو خدا اگه میبینی ویدیو رو یه عکس دیگه من بده. سکوید گیم فصل 2 برای ما فرستاد. ما خودمون داریم الان کارگردانی میکنیم. ما الان قسمت آخر خبر داریم. اگه دوست دارید قسمت آخر رو ببینید سابسکرایب کنید. بعد شاید بگید پیاده اصلا ویدیو جذاب. آقا اولا نصف یوتیوبر پیاده. اصلا پیاده چیه؟ بی آر تی سوار میشیم ما. وسیله داریم. ویدیو جذاب تر شه سابسکرایب کنیم. ما پولدار بشیم موتور بخریم ویدیو جذاب تر خود. داره میاد دوستان. دارد چی؟ بودو رانا زد بهمون. آجی به نظر اون بزنه. با دختر آره. مردی. یوسف تو قرار حساب کنی آره؟ تو قرار حساب کنی. بچه من همیشه کارتم هست که بزنم. آره همیشه یوسف واسه اون حساب میکنه. بیا یوسف موجودیش ناکافی بود. یکیش آخرم خودم حساب کردم. کارت من اگر راست میگویید برای این ادعاهای خود سند و مدرک ذکر کنید. بیارتی اومد. حتی فرقه چاوشی محسن چاوشی بلای محسن چاوشی رفتی محسن چاوشی دیدی شایان تحریکی بدیش نظرم یک کاری که الان خیلی موده بریم واسه اینا که مغازه بزن اسم میگیرن دیگه. ما هم خیلی استعداد داریم تو اسم بزنیم. بچه ها میریم میاییم. ما اونجا که پیاده میریم این راه همیشگی مونه. این پیاده رو یوسف آتش نشانی کلیک اینم کلیش اونم 207 اینم 405 اینم هوندا و باکسر. ما الان میریم سوخسار. شاید این سوخسار چی داره؟ هیچی هم ولی ما جادارش میکنیم. کامیار بسته بابا یواشتر کار میدی دستم آخر بسته نگاتم امشب بس که قشنگی دختر باشو میدونو نده دست کسی تو واسه دیوونه شدنم بسی برو بالا یه شات دیگه حواست کجاست نری جا به دروازه رسیدیم به دروازه اصلی که میره به بچه ها اگه کانال 100,000 تایی بشه ما میریم اونجا.
نمیدونم کجا حساب میشه دماوند دماونده هر جاست ما میریم تو اون برفا زمستون هم کیفیت دوربین اونجا ما میریم اونجا خواهید دید سطحه بکنید دیگه چه چیز چلنج خفا مرگ آره بابا مرگه دیگه میلاد اومد میلاد میاد میلاد با اون شلوار چسبون میاد میلاد ویدیو رو اگه دیدی لایک کن نیسان چی زد؟ چه چه لحظه یک سلام ساندویچ تستراد فکر کنم زمین تمام خاطرات رفت ما راستی میگی چرا نمیره چرا من تو ویدیو هستم راستی من مثلا بگم مثلا تو بلازم نه بزنم اولش کیفیت بد کنم ویدیو خراب شه بعد اما شخصیت من کردن دیگه واسه میخوام کارو کنم باش خود چنل دارم همه سابسکرایبر بیاد تو چنل من بگیر رو کی داد خب معلومه بریم نمیذارم دست خود لاک نداره من دست خود لاک نداره. این وجود انسانی نداره ولی بخوایم اینفورماسیون کنیم لاک نداره 100% مثلا لاک کلیسا سیر برفه بالا چه برف بریم با تو بریم بالا این اگه به 100 تا 200 لایک برسیم میریم بالا 200 واقعا انتظار زیاد نیست برای یه ویدیوی کویک علیز استوری تو 13 چیه اسم اونست اسم اونست آره من معاون ماست عجب چه می‌خواستیم در مورد علی جامپی حرف بزنیم علی جامپی پدر یکی از بچه‌هامونه نیاز به کمک داره نکن یه شماره حساب بچه همینجوری در حال من یه ویدیو رو ببینه دیگه خودکشی میکنه کس رو اون کاری که داری میکنی انجام نده مثلا این نصیحت رو باید بری به خودش بگی نه تو ویدیو بابا خونه چرا الان باید آخه زنگ خب طبیعت بک داداش خب داشتم میگم طبیعت بک همیشه خب چیزای غیره پیش بینی وجوده دیگه یا اتفاق بیفته دستتون این طبیعت قضیه آره مردم طبیعت دوست دارن بله به طبیعت میذارن ما نمیدونم کجا میریم اینجا رو یادت با وینا اومدیم بالا اینجا نبودم یه همچین حالتایی بود ولی نه بوفل رامین عشق تیم ما رامین بچه‌ها رو تامنه میزنم ویدیو و اولین ولاگ چنل اولین ویدیو چنل به همراه رامین رضایی من جلوتر بود که آخر چه حالتایی بود دیگه آره شیپ داشت این بود یوسف آره اینجا بود اینو داشته باش بسر وقتش از من بگیر 300 پیخان بله صحبه سلام بگو سر قرار یک شرکت هستم داریم بیزنس می‌کنیم بفهم یادم رفت حالا میدونم به هر میام تو میام تو مزاحم نشو نرم در رسیم به ابدار مامان بلنوت پدرت همینو مستقیم میریم بالا دوستان چون ما بوز هست خب احمقی ویدیو چندتون اینجا صندلی داریم امکانات رفاهی ایران و پارک سرخسار آب آشامیدنی شستشوی اتومبیل ممنوع داریم بیاش بچه‌ها آموزش آشامیدن خیلی قوی این قدت به تو نمیخوره قدش به تو نمیخوره نه که قدت کوتاه ها ولی خب اول بازیتون نه تا اون حد که خیستیم خیلی میپاچه تا حدی که بتونیم بخوریم آبا تست کن ببینید خوبه یا نه و خوبه حالا زیادش بخوریم نکنیم هم میخوریم I'm not drinking from that again. نمکیه مگه ترده همین داریم بالا برم برو اول تو برو شب بگید خب این ویدیوها رو معمولا با کراس میگیرند که میرن رود و آفرود میزنن این داستان ها محدودیت های وجود داره در کشور ما خب آدم در محدودیت ها ستاره میشه بالاخره از یکی از رپرهای موفقمون شنیدیم که اکنون یک دلغک رو میبینید
برم بالاتر. منو بگیر. سلام. خب از اینجایی که الان ما بز کوهیم، غذای بز کوهی معمولا چمنای هر جا که گیرشون بیاده. به نظرم ارزششو نداره، میدونی؟ آره من فکرشو کردم ارزششو نداره. هادی آیروکس یعنی برو. آره ولش. دوستان شب بگید خب این ولاگ چی داره؟ این ولاگ هیچی نداره. ما هیچ محتوایی برای اولین ویدیو اتوبوس سپاه. اوه ماتئوس آرماتئوس. تولدت مبارک. ما رو به پول سابسکرایب کن، به پول برسونید تا با پا نیاییم. با موتور کراس بیایم. مرسی. از همتون دوستان الان میگیم اونجا رو دیگه گرفتن نگیریم. چرا ببین چقدر تا حالا بچه‌ی منظره رو ندیدن. الان اینجا می‌شوریم. بعد دیگه کجا میگیم داخل پارت دیگه تا میگیم. بعد پس برای دوباره اونجا میریم. من اصلا خبر نمی‌بود. چیزی نمی‌کشم. مطمئنی؟ مطمئنی چیزی می‌کشی؟ آها ببینم چشاتو. چون مریضم. ببینم بازم. چک کنم. من مریضم نباید میمونم کو. این فکر رو قبلش. خودت مریضه قلبم. من که داغونم. گاتفوری. کاتبوریه سویشرت. سرمه‌ای یا مشکی؟ این کد ملی داره اما تو نداری. اول زمستون من نمیدونم چرا بهار آره داره بهار شد. چی شد بهار داره شد؟ در میاد. ما هنوز زمستون رو ندیدیم. اوه چه عمقی هم. یه چیزی افتاد. خیس هم هست. خیسه؟ آره خیسه. اینو شبنم. یعنی چی میتونه باشه؟ گو شبنمه. گمش کردم اون تو ویدیو. رو این برگه. شبنم قلی خانی. رو برگه. قطره‌ای اینجوری فکر کنم میگم شبنم دیگه. وقتی خوردن شبنم. اون آبه یوسف ولش کن. خیسه. البته خب اگه میدونستین دقیقاً کجاست میتونستیم میانبر بزنیم وسط کوها. موتور مجبور از جاده بره. میتونستیم ما میانبر بزنیم ولی چون نمیدونیم نمیتونیم. راه درست رو نشون. گوش بچه‌ها غذا پیدا کردیم. غذا پیدا کردیم. آخه شو اگه دوست دارید برای ارجامپی غذا بخریم ویدیو رو لایک کنید. حالا خوبه آشناتون. فکر نوشته علی. خدا رد پای کیه؟ رد پای علی جامپی پیدا کردیم. یه پاش هم اون بره. ببین چقدر گنده بوده. یه پاش این بره یه پاش اون بره. چوبو بگی. آی یک سگ بوچو خود ازایی کاج خدایی خوبه. همینجا بگو فرست. حالا میدی من شو کنیم. الان من نگاش کنیم چون پول نداریم چیزا. بریم چی میشه دیگه. خدا این فقط خدا میدونه. تو فقراتون بشید میگم. مطمئن باش چون ما هم مثل بز کوهی داریم میریم. من جوتم. تو جوتی به ترکی.
همین تیکشو میذارم. یوسف میخوای ترمز بگیری قبلش راهنما بزن، یه فلاشر بزن بفهم. ما اینو اومدیم اینو رفتیم بالا، همین اومدیم پایین. در واقع ما اگه اینو مستقیمی اومدیم، امیدوارم این نباشه، این کاری که ما کردیم این نباشه. چرا اونها همون جا خالی هست دیگه. من ریدم به این. و یعنی اگه ما اینو مستقیمی اومدیم تا الان رسیده بودیم به بوفه. و چه سوت و کوره خوبش بده نمیدونم چی تو رو این وری مگه نبود؟ برعکس کردی یعنی الان کدوم وریو دیدی؟ درسته؟ الان مینه ویدیو صفحه. آن درست نه تو از می بود. من این وری کرده بودم دوربین اینجا دیگه، این وری کرده بودم. اوکی خب ببین ما الان از اونجا همون پیچه سر پیچه دویدیم که بیایم این ور میانبر بزنیم، کو رفتیم این بالا. یک بوز گاو رفتیم بوز بالا. گاو بوز قشنگ. انقدر گاو نی بوز. بوز حداقل عقل داره. ما بعد همینو اومدیم پایین و بوفه اینجا بود. ما میتونستی فقط چیکار کنیم؟ مستقیم راه پیاده بیایم. آره گاتپوری وات گیر بد شد چرا؟ صدا آدم بود مردی اون بود خدا والا توش کفتر اصلا صدا نداره. این گاتپوری فرق داره دیگه. آره مرسی که ساب کردید. به خاطر ساب شما تونستیم بخریم. دروغ میگه. یه جور دیگه حساب کرد. نباید الان به نظر اینو مثلا میتونیم بذاریم الان. بچه ها اومدیم ادامه ولاگ سرخستان. حالا امروز میخوایم ببریمتون پاتوق. پاتوق کجاست الان میفهمید. اول راه پاتوق رو بهتون نشون بدم. این راه پاتوقه. اومدین جوبه رو دیدید، جوبه رو بگیرید بالا. ما شاید اونجا ببینید ما رو. بلش کلا دوستان تو کامنت بنویسید کلا. هر کی بیشترین لایک رو بگیره جایزه میبره. دروغ میگه. نه یه پر کلا خوش میشه. بیاد همینجا پیدا بود. حالا ما طلبش میکنن. تو گفتی با ما طلب میکنن بگردن. اینجا پیدا میکنن. اگه میخواستن بگردن که میگشتن دیگه، دنبال جایزه نبودن که. الان هم ما میخوان. ما هم پر کلاق نداریم که. گربه است یا ببره؟ میشه جونت عزیزم. چرا نگرفتی یوسف جوجه رو؟ ها؟ میگرفتی جوجه رو نصف میکردیم دیگه. ببین بچه میخوام اول که مراجعی به من با همین زیبایی ها رو بیشتر مرجع چی میگه بوره این که یک 10 تا دیگه شد 1000 دیگه تو 10 تا خیلی ضعیفی. یوسف در حال کل کرد. آره اچاف جاده پلار که اون جوبو که اومدید بالا میرسید به اینجا. خاک و گاردریل و جاده. و بعد میاد میبینید که اینجا یخ زده. آیا این چرک هست یا یخ؟ الان میفهم. نه یخه. آیا این یخ با یک سنگ بزرگ میشه کنن؟ ببین جدی یخ خوبیه. و با شتاب بیشتر اگه محکم چه عمقی داره چه خوشگله. ای شبیه. آره چرا شبیه اون شد؟ چی؟ وایسا یه لحظه. یخ بعدی. آره. آی خدا کی یخ زد؟ البته برف من فکر کنم اومده بوده اینجا. راهو که دیدید برید بالا. آره اینجا قفس علی جان بود.
ماش نمی کنیم، دعوا نمی کنیم که بخوایم صورتی شو که یادمون یارو گفت ما گفتیم هوملسه. آره رنگ کلاش هم رفته صورتی شده. بعد یه جوری گفته اینگه هوملس آمریکا از ایرانیای عادی بهتر. خیلی بهتر. جدی اونا میدونی چه پولی بهشون میدن؟ همون یارانه‌ای که بهشون میدن از حقوق یه فرد عادی فکر کنم بیشتر باشه. یا نمیدونم چیه ولی هست دیگه. هستن ما هم در کنارشون هست. اونم شورت علی جامپی اونجا. همین رو نزدیک هم شورت علی جامپی میبینی. منظره رو ویور رداش محسن رسیدیم. ویور رداش محسن. و الان نوبت توی که پرچی خودتو پرت کنی که با هم ویدیو هم ویدیو بازدیدش بره بالا. فکر نکن اینجا خارجه. اینجا چقدر مشخص ایرانه. شاید ایتالیا باشه. بهشون بغلو بگی نه ایران. آره ایران. بله من زوزه میکشم. امروز معلوم چی بهشون داده. فرد متوالی. زندگی چطوره؟ فهمیدیم چطوره. عالیه. بچه هم سرده هم مال عرق کردیم اینقدر یه سرمایه الان سرما قراره بخوریم. خفن میخوریم ما. خفن. این سرما علکی ها نه. بدن داره تو که نتونه رو تخ بودم هیچ. جا تو خاله ما یه خوابی زدیم اصلا روی سنگش. بعد حالا اینجا هم که دارید ببینید همون جایی بود که تو توی چند لحظه پیش دیده باشید. خیلی هوا دماش بهتره البته اگه نزدیک پنجره ها نشید. مملی هم نوشته اینجا. کل مملی چیه؟ چیز از زندگی آزادیه. جدی؟ نه میرم زنش کو الان دقیقا؟ این نه این زن بوده مثلا. اینها آره زن که گشت خرید باگت نیست این؟ نزنیدم زده اینجا. آها زنگ نزنی زنگ گشت نزنی چی میگه هر روز بری با چه ای کار بوده صدایی میده. خوشت اومد لذت بود. چند ما میریم به زندگی پولداریمون برسیم. آره. کجا میریم الان؟ ستاره آبی. چی هست؟ آها اون ستاره آبیه. موش فروش دیگه. آها ستاره آبیه. مرتیکه موش فروش. آره بریم موش فروش و چه جاتون خالی یه مغز بزن. خونه مغز چی بهت میده 100,000؟ مغز همون موشاست. جدی دارم خونه چیه؟ حتی دلم میخواد پتو اینجا بود ما اونجا یخ زدیم. شورت علی جامپی هم هست. همون پایین گرفتم براتون. نه زاویه نزدیک ترش. خب فعلا قطع میکنیم تا ستاره آبی. دیگه پول به ضد یخ نرید. بیاید اینجا بچه قفس علی جامپی رو میخوایم بهتون از نزدیک نشون بدیم. این پیوی علی جامپیه.
اونجا میره بالا. چراغش هم شد. خب یه حرکت خفه بهتون نشون. بچه یوسف قطع نخواه بکنم میخوای الان بارفیکس بری. واقعا نمیشه دستام یخ زده. داریم یخ میزنیم دستا نگاه کن قرمزه. خدا وکیلی دیگه پول به آبرادیات ندیده. بیایید اینجا بردارید. نه یخ خاصی دار. چه خوشگله. سعی بریم چرا نشی هست؟ یکی یخ هستی. آفرین. اینجوری کشور هستم جدا شده. بسیار جالب. خیلی قشنگ. خیلی امروز خوبه. آها بذار پا بریم توش. حاجی شونش کس. یوسف بپر وسط 100 تومن بدونه. یه تومن میگیرم. یک ندارم 200 میدم. آره همون 200 قراره ساندویچ بخوریم. خیلی قشنگ شد بیافتادی. یه بار دیگه امتحان کن شاید بیافتی. با همین میریم سراغ علی جامپی. فانتاستیک کوکاکولاستیک. عکس بگیر ازم. هم الان ویدیو میده هم عکس. خب وایسا. الان اینجا ویدیو چی بود؟ آره تو هم اشتباه گفتی. AMSR ASMR نمیدونم یک بابا همین که من میرم. خودتون میدونید دیگه. واقعا یادم نیست. ای بابا یوسف به نظرت زنا نیست این یخا؟ مهم اینه که ما دیگه دست داریم. ایتز گرم. آقا یخ. همین دستام داره گایده میشه بچه. اینو یوسف بگو سنگ. شیشه شکست. شیشه داره. اشتباهات یوسف. پشیمون نیستم. معذرت نمیخوام. من آقا من معذرت نخواستم. خب بچه ها فعلا خداحافظ. خدای شکر تو روزی رسونی. من میخوام بخورم جدی. داداش توپک پنیری، کوکتل پنیری. بش ایتز دست نزن. بریم. یوسف جدا دلم خواست بخورم. دارم این جدی میگم. جدا دلم خواست بخورم. ولی به خاطر اینکه بچه‌ها بد آموزی نداشته باشه واسهشون نخوردم. ویدیو رو قطع میکنم میرم میخورم.